سلام دوستای خوشگل من. به به، ظاهرش که میخواد با آدم حرف بزنید. بیاد بریم که این جوجه طلایی خوشمزه و با طعم جدید و بی‌نظیر درست کنیم. اول از همه من اومدم مقداری از بالای مرغ رو شستم، داخل ظرف ریختم، 1 عدد پیاز رو به سطح خلالی خورد کردم، 2 قاشق غذاخوری آب لیمو تازه، 2 قاشق غذاخوری سس مایونز و ادویه‌های لازم: فلفل قرمز، پاپریکا، زیره سیاه، زنجبیل و سس فلفل سبز و نمک رو به موادم اضافه کردم. بعد از اون سس فرانسوی به مقدار 2 قاشق غذاخوری و سس کچاپ هم به مقدار 2 قاشق غذاخوری به موادم اضافه کردم و خوب موادم رو با هم مخلوط کردم تا موادم به خورد بالای مرغم بره و به مدت 1 ساعت داخل یخچال میذارم تا بالای مرغم طعمدار و خوشمزه بشه. بعد از 1 ساعت از یخچال خارج میکنی و میره برای پخت داخل مایتابه یا فر. بفرمایید، نوش جونتون.